سرخط مهمترین خبرها. رسانه ها گفتند اینترنت در بدخشان تا حال دستنارس است. من دامکو حق دارم که به اینجا استودم. دیوار مراجعان دیگر باره در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بحث برانگیخت. و ولادیمیر پوتین گفت تصمیم نگرفته است که بعد 2024 پرزیدنت ماند یا نه. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی، نخستین مجموعه خبری رادیوی آزادی در آغاز روز. امروز 1 دکبر است. رسانه ها و هم ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند با گذشت 2 روز از توافق حکومت ولایت و نمایندگان اعتراضگران تا حال خط اینترنت برقرار نشده است. مقامات بیگاه 29 نوامبر در پایان گفتگوی 10 ساعته با نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان وعده داده بودند که خط اینترنت را برقرار میکنند، ولی خبرگزاری از پلوس روز 30 نوامبر نوشت در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا حال شبکه اینترنت دستنارس است. یک ساکن شهر خاروق هم صبح 1 دکبر بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که تا حال به اینترنت دسترسی ندارند. غالب نیتبکوف سخنگوی حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان 1 روز پیش به از پلوس تصدیق کرده است که تا حال اینترنت ندارند. خبرگزاری از قبل منبعش در شهر خاروق نوشته است آنها نگرانند که اگر مقامات بند معمولی قرارداد را عاید به برقرار کردن اینترنت اجرا نکنند، پس شاید بندهای دیگر نیز رعایت نشوند. مقامات تا حال نگفتند که چرا خط اینترنت به ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار نشده است. دسترسی به اینترنت در این ولایت روز 25 نوامبر پس از آن قطع شد که صدها نفر بعد مرگ گلبدین زیابکوف دست به اعتراض زدند. نمایش‌های اعتراضی در میدان مرکزی شهر خاروق 4 روز دوام کرد و با سازش مقامات و ساکنان به پایان رسید. به گفته مقامات فعلا وضعیت در خاروق آرام است. ما موضوع دسترس نمودن اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری داریم و دوام روز در این باره به شما معلومات بیشتر ارائه میکنیم. چندی از ساکنان یک دهه در جماعت آوچ قلچه ناحیه باباجان غفوروف روز 30 نوامبر از حضور نظامیان قرقیزستان در اطراف خانه‌هایشان ابراز نگرانی کردند. این دهه با جماعت مقصد ناحیه لیلک قرقیزستان هم مرز است. اداره مرزبانی تاجیکستان وضع را رسما شرح نداده است. خدمات سرحدبانی قرقیزستان گفت از کارهای ساختمانی در یک منطقه بحثی در مرز با تاجیکستان پیشگیری کرد. بنا به نوارهایی که ساکنان از آوچ قلچه به رادیوی آزادی فرستادند، شمار زیادی نظامیان و رد و بدل طرفها دیده می شود. ساکنان میگن حضور نظامیان قرقیزستان در منطقه روز 30 نوامبر و پس از آن افزود که مراجعان جورابایزاده است باشنده دهه قلعچه خواسته از اطراف خانه‌اش را با دیوار محکم کند. جورابایزاده 30 نوامبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت تا ماه اپریل امسال زمان بعد زد و خورد مرگبار در سرحد مقامات قرقیزستان به ساختمان در داخل حوله ها مانع نمی شدند، ولی حالا خلل می رسانند. طرف قرقیزستان در بیانیه رسمی ادعا کرد که حدود 35 شهروند تاجیکستان در کنار شاهراه مقصد ارکه دیوار ساختنی بودند. با درخواست نیروهای مرزبانی قرقیزستان، شهروندان تاجیکستان ساختمان دیوار را بس کردند. گفته شده است در بیانیه نمایندگان مقامات محلی در ناحیه باباجان غفوروف ساختمان دیوار را در کنار راه با قرقیزستان تصدیق نمی‌کنند. آنها میگویند بحث بر سر بنیاد دیوار در حوله مراجعان جورابایزاده سر زده است و در حال حل شدن است. تاجیکستان قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد داشته، تنها 519 کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کردند. منطقه‌های نامعین و بحثی در مرز پیوسته باعث جنجال و تیرپرانی می شود. طبیبان قزاق از آن نگرانند که شکل نو کرونا ویروس و یا اومیکرون به این کشور هم سرایت خواهد کرد. تا حال موجودیت اومیکرون در قزاقستان رسما تصدیق نشده است، ولی کارشناسان قزاق و از جمله پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف که روز 29 نوامبر با مدیر سازمان جهانی تندرستی دیدار و گفتگو داشت، میگویند که در مقابله با سرایت کرونا ویروس اهل عالم باید از یک گریبان سر برآرد. گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد در این باره است. در جریان بازدید از شویتزار، پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف با رهبران سازمان جهانی تندرستی ملاقات نموده درباره اقدام‌های کشورش در مقابل پاندمی کرونا ویروس و جانبداری این کشور از دسترسی عموم واکسن معلومات داد. رهبر قزاق همچنان درباره تولید واکسن وطنی ضد کرونا ویروس معروف با نام قزکاوک تفصیلات داده از اهل عالم دعوت کرد که در هماهنگی با این وبای عصر مقاومت کند.
طبق اطلاع طبیبان قزاق در این کشور سرعت سرایت کرونا ویروس سست‌تر شده است، ولی در مقابل سرایت شکل نوی آن یعنی اومیکرون امکان زیادی حمایت ندارد. آنها اشاره به آن می‌کنند که قزاقستان به مانند اسرائیل و یا کشورهای دیگر مرزهایش را نبسته است. در همین حال مقامداران بانک ملی قزاقستان ابراز داشتند که نظام مالی این کشور علیه ضربه نقش نوی کرونا ویروس را احساس کرد. خف سرایت اومیکرون بازارهای جهانی و نرخ نفت خام را پایین برد. در نتیجه 29 نوامبر قرب پول ملی قزاقستان که کشوری صادر کننده نفت است تا 433.5 تنگ در مقابل $1 آمریکا کاهش یافت. هفته روان در جلسه نهادهای حکومتی قزاقستان برنامه مقابله با شکل نوی کرونا ویروس بررسی می شود. قزاقستان تلاش دارد استحصال واکسن دوم ضد کرونا ویروس را با نام قزقاوک پی راه اندازی نماید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که بعد به آخر رسیدن دوره حاضره رهبریش در سال 2024 دوباره نامزدی خود را پیشبری کند یا نه. موافق کنستیتوسیون حق دارم که به مهلت نو انتخاب شوم، ولی آیا این کار را میکنم یا نه هنوز تصمیم نگرفتم، گفت پوتین روز 3 نوامبر در یک نشست سرمایه‌گذاری در مسکو. اصلاحات بحث برانگیزی که سال گذشته به کنستیتوسیون روسیه داخل کرده شد زمینه را برای در قدرت ماندن پوتین تا سال 2036 فراهم می آورد. مخالفان آن را تنقید می کنند. پوتین 69 ساله از سال 1999 جلوه قدرت را در روسیه به دست دارد. در این میان یک مدت سروزیر بوده است. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش اعلان کرد که حکومت طالبان تنها در 4 ولایت بیش از 100 پلیس یا کارمند امنیتی حکومت پیشین افغانستان را کشتند و یا ناپدید کردند. این گزارش 25 صفحه‌ای که در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شد میگوید که گروه طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در 15 آگوست امسال با وجود عفو عمومی مقامات امنیتی و نظامی حکومت پیشین را کشته و یا ربوده است. این نهاد مدافع از حقوق بشر میگوید سندهای معتبر از کشته شدن 47 نیروی نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به دست طالبان از 15 آگوست تا پایان ماه اکتبر جمع آوری شده است. شماره کشته شده ها یا افراد ناپدید شده تنها در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز بیش از 100 نفر است. مدیر بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت اعلام عفو عمومی رهبران طالبان مانع از کشتن و یا ناپدیدسازی مجبوری نیروهای امنیتی پیشین دولت افغانستان نشده است. مسئولیت این کار به عهده طالبان است تا از کشتارهای بیشتر پیشگیری کند، عاملان را بازپرسی کند و به خانواده‌های قربانیان جبران پردازد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 دکبر را فرا می‌گیرد. 1 دکبر سال 1899 قهرمان ملی تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور تولد شده است. شیرینشاه شاه تیمور در یک صف با عبدالرحیم حاجیباف، نصرت الله مقسوم، چنار اماموف و دیگرها برای رشد سیاسی و فرهنگی تاجیکستان شوروی سهم گذار شد. برای از مختاریت ازبکستان جدا شدن تاجیکستان، نشر روزنامه آواز تاجیک و تربیت کادرهای ملی زحمت کشیده است. رئیس کمیته مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور 27 اکتبر سال 1937 با اتهام فعالیت‌های ضد شوروی بازداشت و به قتل رسید. سال 1956 شیرینشاه شاه تیمور بیگناه اعلان شد. 1 دکبر روز بین‌المللی مبارزه با ویروس ضعف مسئولیتی بدن سپید است. سپید را یکی از خطرناکترین بیماری‌های قرن 20 می‌نامند که بار نخست در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شد. در سال 2021 شمار آلوده شده‌ها به این ویروس در تاجیکستان نزدیک 13000 نفر حساب شد. اکثر این بیماران با یاری سازمان‌های بین‌المللی معالجه می‌گیرند. از 1 دکبر سال 2012 در روسیه برای به کار درآمدن خارجی‌ها دانستن زبان روسی حتمی شد. این قراری که آن را پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرده بود مخصوص برای مهاجران کاری ایجاد شد. ندانستن زبان روسی یکی از مشکلات جدی بسیار مهاجران جوان کارجوی تاجیک می باشد که برای تأمین حقوق آنها مشکل ایجاد می‌کند. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در تاجیکستان امروز کمی بالا رفته است. امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 151 سوم و 10 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1129 سوم و 46 درم برابر است.
بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبر و گزارش های از این بیشتر را در وبسایت ما با نشان azadi.org پیدا کنید. نوشتن و نظر و پیشنهادهای خود را هم فراموش نسازید. خدا نگهدار.